بینندگان عزیز و ارجمند السلام علیکم. شما هر یکی شمایان را به خیر و شادی بگوییم. همیشگی برنامه طبی توصیه طبیبان است که هفته یک مرتبه و تکرارا نیز طریق تلویزیونی 7 ستاره منظوری هر یکی شمایان عزیز میگردانیم. باید خاطررسان کرد که برنامه با همکاری مرکز تشکل طرز حیاتی سالم ولایت سوخت و ریاست تندرستی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت روی کار میآید. هدف از آماده و تهیه و پیشنهاد نمودن این برنامه تنها یک است: برای هر یکی شمایان عائد پیدایش و راه‌های درستی تبابت این یا آن نمود بیماری معلومات و توصیه ها پیش آوردن است. البته این معلومات و توصیه ها را طبیبان ورزیده شهر و ولایت برای شمایان گشاده خواهند داد. و این نوبت ما تصمیم گرفتیم عائد یک بیماری صحبت کرده باشیم که باوری کامل داریم که دانستن این نمود برای هر یک شمایان ضرورتر است. و عادتا میگویند که هر یک عضو جسم انسان گوییم پیوندی هم است و هر یکی از هر یکی دیگری برای آنی که انسان سالم باشد وظیفه های خود را اجرا میکند. و این نوبت باشد ما عائد بیماری های دل صحبت خواهیم کرد و در صحبت ما محترم جمعیف عبدالحکیم نعیم جانویچ، دکتری دلشناسی مرکز بیماری های دل و جراحی دل و رگ‌های ولایت سوخت تشریف آوردند. و خب دکتر، تشریف شما رو پیش از همه خوش آمدید میگفتیم. سلامت باشید. و من اینجا میخواستم آغاز صحبت ما و شما از اون شده باشد که اصلا خیلی که علاقه در بالا ذکر کردیم عضوهای هستند که گوییم در بعضن حالت در حالت گوییم نادرست کار کردن یا نامعتدل کار کردن گوییم انسان نه آنقدر گوییم بی‌قوتی را حس میکند و اینچنین عضوهایی هستند که در حالتی گوییم کمی حتی درد پیدا شدن علاقه انسان بی‌قوتی میکشد، بیمداری، سرخوابی، شاید قی کردن و به مثال اینها. و ما این نوبت تصمیم گرفتیم ما از عائد بیماری های دل صحبت کرده باشیم و من میخواستم آغاز صحبت شما از آن باشد که وظیفه دل در جسم انسان. البته همه میدونند که دل این یکی از وظیفه های اساسی است که انسان را گوییم همیشه زنده نگاه میدارد. درست قید کرد. سر اول بار دیگر سلام. من همچون جوانان زادگان دوران استقلالیت منتداری خویش را از نام کل جوانان جمهوری تاجیکستان، کل جوانان ساحه تندرستی و پیشوای معظم ملت منتداری خویش را میرسانیم که در این روزها با شرایط‌های خیلی فراهم و بناهای با حشمت زمانوی در کشور خویش با امنیتی ملی و تنجی و آرامی کار و فعالیت برده ایستاده هم میرسانم. شکر استقلال و سرور میکنم، شکر آبادی کشور میکنم، شکر آن ذاتی که ما را هست کرد، شکر خانه و بامو در میکنم. چخیل که شما خوشرو گفتید بنی آدم با هم پیوستند. یکی از اساسی و مهمترین که عضوی که در انسان میباشد و فعالیت انسان و حرکت انسان از آن به نهایت وابستگی کلان دارد، این هم باشد این دل انسان می باشد. دل این عضوی موشکی بوده، وزن آن از 250 تا 350 گرم وابستگی دارد. البته که از زن با مرد فرقیت دارد و وظیفه اساسی این عضو باشد این یعنی تیله کردنی رساندنی به دیگر عضوها خون انسان، یعنی با روسی میگن این نساس تیله کردن به دیگر عضوها ماده های لازمی رو رسانیدن، یعنی خون رو تیله کردن. و یگانه در یک شبانه روز عالمان تصدیق کردند که تا 24 تن خون در یک شبانه روز دل انسان تیله میکنه. خود فکر کنید که اگر همین عضو از کار ماند یا همین عضو اگر نارسایی پیدا کند چقدر عضوهایی که در انسان جایگیرند اذیت میکشند. و وظیفه اساسی که گفتیم ما این همین تیله کردن خون و دیگرش این عضو
هم وظیفه های فیزیولوژی و هم آناتومی خود را دارد. البته که این در هر انسان دیگرگونی خود را دارد. مثلا گیریم اگر همین عضوی دل انسان در قفس سینه، یعنی با پرده مخصوص پوشیده شده است و عالمان در کتاب میگویند که هر یک انسان با همین کلک خود یا مشت خود وزن خودی دل انسان یا ابیوم یا حجم خودی انسان دل انسان همین طور است گفته در کتاب ها آمده است. و اینچنین من میخواستم دکتر یک معلومات خیلی کوتاه و مفصلی بود برای آن بینندگان عزیزی که این لحظه صحبت ما و شما رو تماشا دارند و عادتا میگویند که جسم انسان که در حرکت است، همیشه انسان هم همیشه در حرکت است. بعضا اندیشه هایی هستند که من هیچگاه بیمار نمیشوم. البته وقتی چنین سخن ها می شود دکترها و طبیبان هم حتی میگویند که هیچگاه دردی نبیند تنی تو میگویند و اینچنین من میخواستم اویدی اون اندیشه شما رو شنویده باشیم که محض انا همان دل به کدام بیماری ها گرفتار می شود و سبب پیدایشی بیماری به دل انسان سالم از چی سر میزند؟ بیماری های دل اساساً سببناکی بیماری های دل این 5 تا می باشند. یکمی آن کم حرکتی می باشد. دومی آن طرز حیات سالم را نادرست بردن و یا دیگر وредні привычки میگن، خصلت های بد هایی که انسان به ارگانیسم خود ضرر می آورد، به مانند سیگار کشیدن، نوشاکی بر زیاد اسپریتی و دیگر عامل هایی که و این بیماری آورده می‌رسند. سومی آن باشد همین فربهی که اکثری مردمی خصوصا مردمی ولایت سود را در بر میگیرد، بیماری های دل در مد اول می‌ایستد و دیگرش این بیماری قند که در اکثریت بیماری های ما نورساگی کورونری، یعنی گویم اگر بیماری های دل پیدا می شود و علامت های بیماری های دل این اساساً نارساگی هوا، هنگام حرکت دردهای قفس سینه پیدا میشه. اکثری بیماری های ما آواز در گوش پیدا میشه یا باشد تیز مانده شوی، تیز دم کوتاهی، بیماری سستی عمومی بدن و در اکثریت بیماری که دیر ما به مراجعت میکنن حالت های ناگواری که بیماری ما از این میشه این درد سختی قفس سینه میباشه. خب من این چنین میبخشید سخن شما را گرفتم و اکثری که ما حاضر تجربه کاری نشان میدهد همین ورمناکی یعنی اتیاب میگویند ورمناکی یکی از علامت های این بیماری های دل میباشه. و خب من چنین میخواستم اندیشه شما رو میتونم جمعه حبلکیم جان آیدی آن شنویده باشیم که بعضا بیماری هایی هستند که بیشتر از نسل میگذرند، یعنی از مادر، از پدر، از بابا، از مادر کلان، یعنی ارثی هستند و با این نمودی کدام بیماری ها داخل میشوند هستند؟ نظر به دیگر عضوهای ساحه تندرستی، ساحه دل یعنی کاردیولوژی، ارثیات یعنی از نسل به نسل گذشتن خیلی کم می باشد، لکن اینجا هم در بر می گیرد. یکی از علامت های بیماری های کاردیومیوپاتی دیلاتاسیونی می گویند. وقتی شروع اگر آدم تحلیل تشخیص نماید، خصوصا در جوان ها دیده اگر شود، ما وقتی تشخیص های گینی می گیریم، همین تشخیصی از نسل به نسل گذشتن یکی از بیماری های دل این کاردیومیوپاتی دیلاتاسیونی یکی از نمودهاش می باشد و دیگری آن جوانایی که یا مردمی که خوازند باشد خامرد تا سن 35 و یا تا سن 40 سالگی بیماری های دل و مانند اینفارکت گرفتار می شوند، ما از بیماران پرسش میشیم که از اولاد پدر مادر یا بابا کلان های شما پیش قبل از این بیماری دل گرفتار بودن یا نبودن. این هم سبب شده میتوند
از نسل به نسل گذشته. و من اینجا میخواستم دکتر اندیشه شما رو اویدی اون شنویده باشیم که بیماری های ایشیمی دل نام میبرند و من میخواستم ماس در نوبت اول اندیشه شما رو نظری شما رو اویدی ماس انا همین نوعی بیماری شنویده باشیم. این چگونه بیماری است خود؟ بیماری ایشیمی دل این بیماری است که در فوتناکی مد اول می ایستد. تشکیلات تندرستی عمومی جهانی این را تصدیق کرده است که در تمام دنیا بیماری نظر به دیگر بیماری عضوی انسان در مد اول می ایستد. هم علامت های وزنی بیماری هم فوتناکی در مد اول می ایستد. بیماری ایشیمی دل یا میگویند EBS معنای خود را دارد که بیماری ایشیمی دل معنای ایشیمیه همون خوبان قسما اعضای دل را نارسایی هوا تشکیل میده یا قسما دل از همین نارسایی کسلرود از ماده های درکاری اذیت میکشد تا حتی به فوت قسما مشک‌های دل آورده میرساند. از همین سبب علما میگن که بیماری ایشیمی دل این نارسایی عضوی قسما گوییم دلی انسان می باشد و یا نارسایی هوا در دل انسان می باشد. و خب اینجا بعضا بیماری هایی هستند که دکتر اگر البته ربط دارند به جنسیت زن و مرد و بعضا بیماری هستند و آیا این بیماری ها هم چنین است؟ اکثر حالت نظر به زنها مردها بسیار گرفتاری بیماری ایشیمی دل می شوند. این ممکن است تاثیرهای منفی حیات زیست انسان باشد و ممکن است اکثر مردها این گویم کار و فعالیت میبرند و یا از سبب تشویش های زندگی سری وقت حب ها را یعنی تبلیت ها را استعمال نمی نمایند. خود ما همه میدانیم که مردها این کلان خانه و سردار خانه می باشند برای پیشرفت زندگی شب و روز کار و فعالیت می نمایند. ممکن است همین باشد. این هم تشکیلات عمومی تندرستی عمومی جهانی تصدیق کرده است که نظر به زنها مردها بسیارتر گرفتار می شوند هم تیزتر. اگر زنها از 60 تا 70 ساله باشد مردها از همین 40 ساله تا 60 ساله زیاد دیده می شود. و خب اینجا دکتر وقتی ما به بعض ادبیات ها نظر میکنیم و ورق میگردانیم چون تحلیل ها نشون میدهند که نمود بیماری هایی که با دل پیوندی دارد روی به جوان شوی داشته ایستاده است. درست قید کرده. پس از روی تشخیص و تحلیل های شما به چی خلاصه اومده ممکن است؟ چی بیشتر سبب شده ایستاده است به این حالت؟ شما درست قید کردید. ما پیش هم گفته بودیم که یکی از بیماری هایی که یعنی همین دل را ما امروز ها معاین کرده ایستادیم و تبابت کرده ایستادیم ما خود پیشینه گفتیم این همین بیماری ارثی از نسل در جوان ها ما دیده ایستادیم و دیگرش باشد انا همین این فرد میاکارت میگم که در اکثر جوان ها خصوصا در همین 6 ماهی آخر ما جنبست کرده باشیم اگر در اکثر جوان ها خصوصا مرد ها دیدیم این را و جوان ها زن دختران باشن اگر انا همون بیماری که کاردیومیوپاتی دیلاتاسیونی میگوییم این علامت های بیماری خیلی وزین است و نه همه دکتر وابسته از سن سال جوان سری وقت تشخیص گذاشته میتوند بیمار ما برای نزد ما دیر مراجعت می‌نماییم. هنگامی تمام اعضای بدن ورمناک شدن کارهای دل از قوتناکیش موندن گوییم اگر بیمارا دیر مراجعت میکنند و طبابتی آنان هم برای ما مشکل تر میشود. و خب اینجا دکتر من تا جایی که خوب میدانم و بینندگان عزیزی ما هم خوب میدانند میگویند که دل انسانی سالم باید در یک دقیقه از 60 تا 70 تا 90 باید زند و این چنین می شود که می توانند که بینندگان عزیزی ما هم آن را خود معین کنند که واقعا هم تپش دلشان در معیار است. با کدام راه می توانم معین کنم؟ من در خاطر دارم گفتن شاید دست چپ باشد دست راست باشد کجاش را کمی باید با انگشتی گوییم کلان کمتر پخش میکنیم و باید چنین باشه. من میخواستم بعد تماشاگران یک مرتبه دیگر نشان میده تا اونی که بدانند و خاطر جمع باشن که
در معیار سلامتی چون عضو انسان، یعنی من در نظر دارم دل انسان را. بله. دل انسان همه خیلی گونه عضو است که پروردگار آفریده است. تا انسان اگر بیمار نشود، تا انسان به هیجات منفی گرفتار نشود، تا انسان به یگان حالت وزنین خود را آورده نرساند، آدم دل را نمیداند که آیا دل هست یا نیست. در انسان کودکای جوانای میپرسه دلش کجا، در دل انسان را در جای کجا قرار دارد نمیداند. لکن آدمایی که بیماری دل دارند، آدمایی که میخواهند دل خود را معاین نمایند، اولش خوب میشد که سری وقت به طبیب اولیوی جای استقامت مراجعت نموده باشند. نه همه مردمی ما گویم اگر درست و عمیق و دقیق دل خود را از همین آشوبیدنی رگ‌های خونگرد دست معاین کرده میتونند. لکن همین را گفته میتونم که همین آشوبیدنی یا گوش کردنی صداهای رگ‌های خونگرد از دل وابستگی دارد و این هم باشد همین زدنی که هر یک انسان میتواند همین سه انگشت خود را خواه چپ باشد، خواه راست باشد و رگ‌های رادیالی میکن، بازی رگ‌های رادیالی استخوانی بالایی مانده یا سکندومتر میگیم، وقت میگیم ثانیه تا 60 ثانیه دل خود را گوش کرده باشد. از 60 تا 90 این در اکثری مردمی ما این معتدل حسابیده میشه. در حالت زیاد یا کم بودن، در حالت زیاد و یا کم بودن این هم باشد از خود انسان، ارگانیسم انسان وابستگی دارد. مثلا گیریم در ورزشکاران این کم است، 50 55 درجه هم 48 درجه کم زنی ما مشاهده می نماییم. این هم باشد بیماری حسابیده نمیشه. و آدمی که فعالیت جسمانی نمود و حرکت جسمانی نمود، بعد از فعالیت جسمانی نمودن دیدن نبض خود رو، نبض یعنی دل رو، البته که این تیز میزند، یعنی که میگن این تاکیکاردیه میگن، تاکیکاردیه یا برادیکاردیه در ساحه طب میگن. این هم باشد فیزیولوژی میشد، هم پاتولوژی میشد، یعنی هم از حساب معیار بودنی ارگانیسم انسان و هم از بیماری شده میتواند. با اینجا من میخواستم دکتر اون نفرانی که امروز به شعبه شما یا به بیمارخانه به مرکز تشریف میآورند یا مراجعت میکنند، بیشتر با کدام علامت ها؟ چون علاقه در بالا گفتید اول یکمین مراجعتی که میکنند این در نتیجه بی اهمیتی گوییم خود دیر مراجعت کرده، وقتی که دیر مراجعت میکنند این اساس میشود بی اهمیتی. و باز کدام علامت ها؟ بله. علامت های بیماری، اکثری علامت های بیماری ما این عمومی می باشه. از بیماری ما چقدر که خود گفتید کلاسیفیکاسیون یا نمونه بیماری ما خیلی زیاد است. این هم باشد بیماری شوربلندی، میوکاردیت ها، کاردیومیوپاتی دیلاتاسیونی، بیماری رگ‌های خونگردی پای ها یعنی واریکوز پای ها و دیگر سیندروم رینو، استنوکاردی استوار، این خیلی و خیلی زیاد است. وابسته است همین اکثر مردمی که به ما مراجعت می نمایند این هم باشد دردسر، بلندی فشار خون، ورمناکی پای ها، درد قفس سینه و زیادی آن باشد این نارسایی هوا. هنگام حرکت جسمانی و یا دو سه قدم گذاشتن بیمارها درد نارسایی هوا حس میکنند. این یکی از علامت‌های اساسی بیماری‌های دل. باید حتما مراجعت کنند. حتما سری وقت به جای استقامت و یا به مرکزهای مخصوص مراجعت کرده باشند. و خب اینجا دکتر بعضا اندیشه‌هایی هستند و حتی شاید به عنوان شما وقتی سوال و جواب میکنید واقعا هم تصدیق کرده باشند میگویند بعضا حالت‌هایی میشود که گاه به
انا همون دلم گویا که سیخ زده ایستاده است، گویا با کارد زده ایستاده است، گویا به مثال انا این چیز اندیشه ها است. آیا این هم یکی از علامت های است یا این علاقه گویم از یکون بیماری گویم خودآگاه میکند؟ شما درست قید کردید. من به مردمی شریف جمهوری تاجیکستان همین راه رساندنی هم که خصوصا به جوانان رساندنی هم که نمیدونم تاثیرات های منفی زندگی باشد. اکثری که شما قید کردید گاه سیخ زننده بیمارا به ما مراجعت میکنند، خصوصا باشد جوانان. ما خود میدونیم که همین شبانه روز همه جهت فعالیت جسمانی انسان از گرمو، سردی یا خنکی وابستگی دارد. جوانان باشند، اگر جوانایی که نوابسته است تا همین شب و روز بیماری که به قید نمی ایستند و ما بسیار مراجعت میکنند که همین جا گویا اطراف دلشان گاه سیخ میزنند. این هم باشد به همین گرمو، خنکی وابستگی دارد که نیورالژی بین قبرقوی میگن. اینجا هیچ شبهه و ترس و وهم نیست. ما به اکثر جوانان و بیماری که جوانان میرسانیم خواطرش نیست، لکن بسیار مگر عصبانی شده تا حتی همین یکی از سبب‌های بیماری‌های دل این عصبانیت میباشد که به همه گونه حالت‌های وزنین آورده میرساند. قید میکنیم که نفرانی که به قید گرفتگی نباشند تا امروز به قید نمی ایستند و گاه جوانان اطرافی که شکایت میکنند این هم باشد انا همین شمال زدن یعنی خنک زدن می باشد. و اگر از سن سال جوانان به نظر اگر به کلان سالا نظر افکنیم، اگر این گاه سیخ زدن از بیماری های خصوصا مخصوصا دل می باشد. خب اینجا دکتر یک اندیشه هست که اگر میگویند اون نفرانی که محض با انا همین نمودی بیماری های دل گویم زیر نظارت طبیبان دل شناس اگر قرار گیرند میگویند که دلم بی قوت شده بوده است و ما میخواستم از انا همین گویم مفهوم را کمی گشاده می‌دازدید، یعنی بی قوت شدن دل این چگونه است؟ خودی انسان، خودی یعنی مردم قوتی سستی ارگانیسم انسان را از علامت‌هایش می‌فهمند، یعنی بی‌حالی، بی‌مداری، دم کوتاهی و دیگر علامت‌های بیماری‌های دل. لکن وقتی ما بیماران را از تشخیص‌های دستگاه‌های حاضر زمان می‌گذرانیم، این هم نشان می‌دهد که اکثری بیمارهای ما، یعنی اگر یکی از بیماری رو ما اگر نظر افکنیم، این بیماری شوربلندی، هنگام سری وقت طبابت نکردن و سری وقت حب‌ها رو استعمال نکردن، به قید نایستادن، قوی دلی انسان رو پست میکنن. اگر قوی دل انسان از 55-70 حاضر عمومی جهانی به قید گرفته باشه، اکثری بیماری‌های ما از همین 55 کم، 38 30 درجه 27 حتی 27 و کم، که این خود رو هم همه گونه حالت‌های وزنین همه قوی پستی دل انسان آورده میرسند. خیلی که من جواب دادم، فکر میکنم که شما رو درست فهمیدم. تشکر زیاد. و من اینجا میخواستم دکتر در فرجام بسیار میخواستم مویدی این موضوع صحبتی کرده باشیم، من باوری کامل دارم که با یک دیدار و با یک صحبت ما نمیتوانیم اطرافی همه نمودی بیماری دیرگویم ایستاده باشیم و ایده اونه که تنها در فرجام من گفتنی هستم و شنویدنی هستم اندیشه شما را که پس ما چیکار کنیم که همیشه دیلمون گوییم صحت باشد، سالم باشد و به جسم ما گوییم خدمت رساند، ضرری نرسیده باشد. بیماری های دل که گفتیم اکثری حالت بعد از سن سالی 40 سالگی پیدا میشد، خوازن باشد، خوامرد. همین انسان بیهوده قانون‌های جمهوری تاجیکستان تصدیق نکرده است که هر یک نفر خواه کارمند باشد و خواه غیر کارمند از معاینه طبی گذشته باشد، از معاینه طبی جای استقامت و مرکزهای مخصوص گذشته باشد. همین هم باشد خیلی و خیلی بیماری دل را سر وقت کم میکند. وقتی معاین که شد بیمار تبابت میشود. و دیگری که پیشگیری که یعنی بیماری های دل اگر ما گفته گذاریم، انا همون 5 علامتی که سرشوی بیماری که ما گفته بودیم،
5 علامت هایی که سبب نوکی بیماری دل انسان می باشد انها را سری وقت مراجعه رعایت کردن می باشد. یکمی آن طرز حیاتی سالم را درست بردن، یعنی همین خواب سری وقت نمودن، نوشاک‌های بر زیاد، سپیرتی، سیگار و دیگر نوشاک‌هایی که به ارگانیسم انسان ضرر میرساند و خصوصا هر نمودی انرژتیک ها به دل انسان ضرر می آورد که ما در تجربه کاری دیده میتونیم که یک بیماری مخصوصا بیماری من بود، ما شبهه کردیم به اینفارکت دل، اینفارکت میوکارد ها ما شبهه کرده از تشخیص گذرانیدیم. سبب نوکیش این استعمال بر زیادی انرژتیک ها بوده است. و دیگرش همون اگر نفرانی که بیماری قند دارند سری وقت به معاینه دلشناس و معاینه اندوکرینولوژ، یعنی دکتران غدودشناس معاینه نموده باشند خود را. تشکر زیاد و بار دیگر برای تشریفتان عرض سپاس میکنیم و باوری کامل داریم که این طول چند دقیقه که همراه در خاندان بینندگان عزیز بودیم، اگر از گفته‌های شما یکی را گرفته باشد ما خیلی خوشنود هستیم. باقی بینندگان عزیز و ارجمند با امید تنصیحاتی و سالمی یکایک شمایان تا برنامه‌های دیگر با هر یک شما خداحافظی میکنیم. تنصیحات و سالم بمانید.